تبله شده در قصه بوجهی. زود یاد گرفتی. آره ولی خیلی خوبه. وای داره میافته. من دیگه ولش میکنم، میسپارمش به تو. باشه. چقدر قشنگ پرواز میکنه. بلش کنیم آزاد بشه. میرم چی کار میکنی؟ بادک رفت. الان دیگه آزاده، همونطور که میخواستم. خبری نشد؟ هنوز پیداشو نکردی؟ در ضمن میران اگه بفهمه تو جاشونو به عزیزه خانم گفتی هیچ وقت نمیبخشتت. بهش نگو. فیرات حرف بزن. اتفاقی افتاده؟ نه خانم بزرگ، بچه ها که ردی پیدا کردن. از میران یا گنون؟ میران رفته اورفا. عروس خودتو جمع جور کن، دخترتو بر میگردونم. اگه میران ریحانه پس نده چی؟ اون ریحان شادوغلو رو نمیدونم، اما نوه من تو تخت خودشو تو بغل مامانش میخوابه. فیرات به بچه ها بگو آدرسشو برام بفرستن، تا همینجا میمونی. مگه میشه خانم بزرگ؟ منم باهاتون میام، نمیذارم تنها بری. فیرات تو مرد این خونه ای. اگه بلایی سر من یا میران بیاد تو باید مراقب این عمارت و اهالیش باشی. خدا نکنه خانم بزرگ. چرا بلا سرتون بیاد؟ خانم بزرگ تو چیکار کردی فیرات؟ چطور تونستی جای میرانو بهش بگی؟ تو نگران نباش مامان، من کار درست انجام دادم. جان گنول باید صحیح و سالم برگرده خونه. نه من دیگه نمیتونم تحمل کنم. نه از آزاد خبری شد، نه از آدمایی که فرستادیم دنبالش. من میرم. کجا میری؟ میرم پیش اون زنه. میری پیش اون زنه که چی بشه؟ مگه همه این بلاها به خاطر اون سرمون نیومده بابا؟ جان اون زنه هیچی بد نمیگه. تو عزیزه رو نمیشناسی؟ راست میگی بابا، نمیشناسم. تو داداشم بهم بگین تا ببینم این همه تابانو به خاطر گناه کی داریم پس میدی. حدتو بدون. حدمو میدونم بابا، مگه دروغ میگم؟ داداشم هم تو این قضیه نقش داره.
تو هم داری ازش دفاع میکنی، وگرنه وقتی یارانو بهشون دادیم چرا اصرار کردن ریحانو میخوان؟ چون با داداشم مشکل دارم. ببر تو. نمیبرم. اگه شما واقعیت رو بهم نگین میرم و از اون زنی که عزیزه میپرسم و این موضوع تموم میکنم. مامان! بابا بزرگ! یارا یارا یاران دخترم چه بلایی سرت اومده؟ دخترم چه بلایی سرت اومده؟ کسی اذیتت کرده؟ بابا بزرگ خیلی ترسیدم، منو دزدیدن. کی تو رو دزدید دخترم؟ چی داری میگی؟ عزیزه؟ چی داری میگی یاران؟ عزیزه تو رو چجوری پیدا کرد؟ من رفته بودم باقلی، وقتی داشتم از اونجا برمیگشتم به زور سوار ماشینم کرد. من دیگه دارم دیوونه میشم دخترم، تو این اوضاع به هم ریخته. تو چرا تک و تنها رفتی بیرون ها؟ دخترم کاری باهات کردن؟ اذیتت کردن؟ نه کاری نکردن، منو بردن رو تپا، من داشتم اونجا ولم کردن، من خودم برگشتم اینجا. این چه وضعشه؟ این زنه اومده بیخ گوشمون بابا. این زن زندگی ما رو سیاه میکنه، به بچه هامون آسیب میرسونه. خواهش میکنم بابا بزرگ تو رو خدا یه کاری بکن. باشه خونسرد باش دخترم، خونسرد باش. عزیزه چرا تو رو دزدید؟ بعدش چرا ولت کرد؟ چون توی خونه بیگناه ترین آدم منم. من برای تو چقدر با ارزشم، میخواست تو رو ناراحت کنه، برای همین این کارو با من کرد. میخواد به من آسیب برسونه، قلبتون رو نشون گرفته، میخواد منو بزنن بابا بزرگ. من اگه بابامو تو رو نبینم چی کار کنم؟ زنده نمیمونم، میدونی شما نمیتونم. من نمیفهمم واقعا این زنه چی میخواد؟ میخواد بگه هر وقت دلم بخواد میتونم اذیتتون کنم. داره زهر چشم میگیره، میخواد ما رو بترسونه تا اشتباه کنیم. همون لحظه که دختر شما دوباره برگشت به این امارت، بزرگترین اشتباه انجام شد. آنجام الان تو خود. الو حاضر خان چی شده؟ کار دارم. بازار پاشو بری. چی؟ مزخرف نگو. اشتباه کردم. من مغلوب خشمم شدم. این کار در شأن من نیست. میخوای بیخیال ریحان بشی؟ بیخیال ریحان نمیشم، بیخیال این مسخره بازی ها میشم. مامان بزرگم تو رو زنده نمیذاره. اون موقع که وارد عمارت شدم، اسلحه گذاشتم رو سر تو دزدیدم، فهمیدم کارم تمومه. اما من اشتباه کردم. آره اشتباه کردم. من مثل میران اصلان به زورگو نیستم. یه لحظه غفلت کردم، برای همین اینجوری شد. شده دار استوریجی.
میدونی این چیه؟ چیه؟ درخت آرزو. درخت آرزو؟ فکرشو بکن ریحان. تو این 12,000 سال آدما چه امیدا و آرزوهایی به این درخت گفتن، چه دعاهایی کردن. ما آرزو بکنی؟ آره؟ چطوری باید آرزو کنی؟ میران اینا چیه؟ آرزو میکنیم و به این سنگا میگیم، بعدش میذاریمشون کنار این درخت. این دیگه چجور آرزو کردنیه؟ مگه سنگا حافظه نداره؟ خیلی خوب باشه. چی آرزو کردی؟ وقتی برآوردشه میگه. از کجا معلوم؟ یعنی چی از کجا معلوم؟ تو چی آرزو کردی؟ منم وقتی برآورده شد میگم. محمود، خدا میدونه امروز قراره چی پیش بیاد. اسلحه آوردی دیگه؟ آره؟ مسلحم خانم، نگران نباشین. به ته خط رسیدیم میران خان، به ته خط رسیدیم. امروز یا کار تو تمومه یا کار من. گوشی تو منو مجبور به این کار کردی آزاد، مجبور به این کار کردی. برای پس گرفتن میران چاره دیگه ای نداشتم. اگه میران ریحانه پس نده چی؟ اگه دخترم دستشون بمونه چی میشه فیراد؟ سلطان وقتی خانم، که دختر منو دزدیده و برده، گنول دیشب تو خونش نخوابیده، معلوم نیست الان تو چه حالیه. تو چرا هنوز آخه اینجایی؟ باید با خانم بزرگ میرفتی. بچه همون همه جا پخش شدن، از یه طرفم دنبال گنول میگردن، به زودی به همون خبر میده. زنمو خواهش میکنم نفوذ بد نزن. آزاد آدم بدی نیست، بلای سر آبجی گنولم نمیاره. تو اینو از کجا میدونی؟ برای چی داری ازش دفاع میکنی؟ آخه زنمو فیراد خودتو برسون، نجاتم بده. من فکر کنم آزادو کشتم. چی داری میگی؟ خوبی؟
فیرات تو رو خدا الان هیچی نپرس. بیا دنبالم فیرات، مجبور شدم. کیه؟ گنول رو پیدا کردن؟ نه در مورد کاره. چه کاری؟ این همه بلا ریخته سرمون و وقت دنبال کاری؟ کار از دختر من مهمتره؟ البته که نیست، اما واقعا خیلی چیز مهمیه. به هیچ وجهی در رو باز نمی کنین باشه؟ مامان من سری برمیگردم. فیرات اینجا دیگه کجاست؟ اینجا تپه گوبکلیه، جایی که تاریخ دنیا رو عوض کرد. تاریخ دنیا رو عوض کرده؟ دقیقاً. از این قدیمی تر وجود نداره. اولین ساخت و ساز شناخته شده یه انسان. فکرشو بکن، حتی از اهرام مصر هم قدیمی تره. مخصوصا خواستم اینجا رو ببینیم. خیلی خوشگله. همینطوره. حتی میگن باغچه بهشتی که آدم و حواسی به ممنوعه رو توش خوردن اینجا بوده. یعنی چیزی که حضرت آدمو در برزخ قرار داد و هوا رو در حسرت از اینجا شروع شده. یعنی اینجا خیلی فراتر از زمانه. اینجا جای بی زمانیه ریحان. خواستم این سنگا شاهد رو باشن. شاهد چی؟ شاهد ما، شاهد ریحان و میران. ریحان! میران! زود باش. میران چیکار میکنی؟ زود باش، حالا تو باید داد بزنی. میران! ریحان! یادت گفتی سنگا حافظه دارن؟ درسته، داره. ببین از هزاران سال پیش چه چیزایی برامون تعریف میکنن. حالا ما رو دیدن و شنیدن. صدای تو رو، صدای منو، صدای ما رو، و هیچ وقت فراموش نمیکنن. حتی اگه یه روز ما بمیریم، این سنگا صدای ما رو فراموش نخواهند کرد تا ابد. کاش اینطوری شده نمیشد. دار استودیو جن. کاش. اما میشه درستش کرد. اینجا زیر خاک دفن شده بود، حالا به دست انسان ها پیدا شده. دوباره درش آوردن. چیزی که نابود نشده باشه میشه دوباره بیرون آورد و دوباره تعمیرش کرد. اونایی که تو قلبت هستن هم همینطور. تو زمانی اشتباه کردی که بازی منو به هم زدی. گرچه اگه به هم نمیزدی هم فرقی نمیکرد. میران باز نمی اومد. ما از اونایی نیستیم که عاشقمون بشن. ما از اونایی هستیم که باید عشقمون رو با چنگ و دندون پس بگیریم. اما تو اینو نفهمیدی. هر کسی تو راه عشقش زندگی یکی دیگر رو نابود میکنه. ما عین همین، اما تنها فرقمون اینه که تو به خاطر ریحان نمیتونی کسی رو اذیت کنی آزاد، اما من به خاطر میران همه رو قربانی میکنم، هم تو رو هم خودم. گنول فیرات
تو خوبی؟ اینجا چه خبره؟ فیرات، تو رو خدا چیزی نپرس. همه چی رو بهت میگم. فوراً بیا از اینجا بریم. نمیتونیم که آزاد اینجا ول کنیم. من خوب نیستم. گنول میران دستمو ول کن دیگه. ول نمی کنم. امروزتو دادی به من، اعتراضم نکن. ول کن. وقتی دستتو میگیرم که باورت کنم. گنولم مثل توه؟ یعنی میخواد ازت جدا بشه؟ میران! مامان بزرگ، همه این آبرو ریزی ها رو به خاطر دشمنت کردی؟ ریحان دشمن من نیست. گنول چی؟ بهتون گفتم که گنول رو طلاق میدم. میران حرف آخرم همینه. که حرف آخرت همینه آره؟ فکر میکنی موضوع فقط طلاق دادن گنول آره؟ به خاطر تو جون و ناموس یه دختر اصلان بی در خطره. اون آزاد شادقلوی عوضی گنول رو دزدیده. چی؟ گفته اگه ریحانو پس ندین همون بلایی که سر ریحان آوردین سر گنول میارم. برای پس گرفتن گنول ریحانو میخوان. گنول ناموس توه، زن عقدی و رسمی توه، دخترموته، یه اصلان بیه. حالا باید تصمیم بگیری پسرم. یا ریحانو میدی گنولو پس میگیری، یا خود دستای گنولو با ناموس لکه دارش خاک میکنی. ریحان بابا ولش کن. بابا یه بار دیگه دخترمو ازم گرفتی. ببین چی آشو. حالا من دخترمو از اینجا میبرم، تو هم زن خودتو پس میگیری. دیگه هم نباید کاری به کار ما داشته باشی. هیچ کس نمیتونه ریحان از من بگیره. ولش کن مردی که این کارو نکن. برای دومین بار این کارو با من نکن. دیگه صبر من لبریز شده. میران خان تو میخوای منو قاتل خودت کنی؟ همونطور که عروس و پسرمو کشتی حالا میخوای نوامم بکشی ها؟ خونایی که ریختی کافی نبود؟ من اون خون رو تمیز میکنم مامان بزرگ. میران نکن. من خون کسی رو نریختم. تو چه جور آدمی هستی؟ چه جور آدمی هستی آخه؟ یه ذرم تو وجودت وجدان نیست. ببین مغز نوه خودتو چه جوری با دروغ پر کردی و به چه روزی انداختیش. خدا تقاس این کارتو پس میگیره. یه یتیمو گذاشته تو آغوش تو، به تو سپرده. ببین چی کارش کردی. ببین نابودش کردی. من با این حال که گفتم دشمن جونی منه، اما بازم دلم به حالش میسوزه. گناه داره. هیچ کس لایق این بدی نیست عزیز خانم، هیچ کس. چرت و پرت نگو هزار. دخترتو بردار و از اینجا برو. باید گنولو پس بدی صحیح و سالم، بدون اینکه حتی یه تار موش کم شده باشه برمیگردونیش، وگرنه اون عمارت رو سرتون خراب میکنم.
ریحانو به کسی نمیدم. اسم دخترمو به زبون نیار بی شرفه. ببین به نفرتم اضافه نکن هزار شادوغلو. مامانم ازم گرفتی، ریحانو بهت نمیدم. چند بار بهت بگم مادر تو من ازت نگرفتم، اما تو جوون بیعقل میخوای به زور منو قاتل خودت کنی. ریحان به هیچ وجه این کارو نکن، به هیچ وجه. ولم کن میرم، من با بابام میرم. خواهش میکنم نرو. قول داده بودی اگه برم من مانعم نمیشی. من تصمیممو گرفتم، میرم. به خاطر من این تصمیمو گرفتی، میدونم. به خاطر من این تصمیمو گرفتی، میدونم. ریحان دخترم خوبی حالت خوبی بیا دخترم بیا. مامان اذیتت کرد داره، به دستت بلای سرت آورد. با هم حرف بزن. بلای سرت آورد. دخترم از کجا پیدا کردی؟ از کجا پیداش کردی؟ اون آزاد عوضی کجا قایمش کرده بود؟ مامان من به آزاد شلیک کردم. چی؟ زدمش. گلو شده در استودیو جن. مرد؟ هنوز نمیدونم اما میفهم. خدا کنه که مرده باشه، وگرنه بلایی سرش بیارم که دعا کنه کاش مرده بود. آزاد خواست بهم حمله کنه مامان. آزاد شادوغلو به گنیل خانم حمله کرده. ساکت باش دختر. منم بهش شلیک کردم. برای اینکه بلایی که سر ریحان اومد سر من نیاد این کارو کردم. اگه غیر ایران کسی دیگه ای بهم دست بزنه نمیتونم زندگی کنم. مجبور شدم یا باید خودمو میکشتم. همونطور که به خودت چاقو زدی و انداختی گردن ریحان، حالا هم گناه نکرده رو میندازی گردن آزاد. این حرفایی که میزنی واقعیت ندارن. آزاد آدمی نیست که همچین کاری بکنه. به تو چه؟ سلطان خانم به تو چه که آزاد چی کار کرده؟ تو اون یارو رو از کجا میشناسی؟ چقدر میشناسیش که داری ازش دفاع میکنی؟ حال دختر منو نمیبینی؟ بیا دخترم، بیا عزیزم. آروم باش. الیف باشه دخترم. مامان بیا دخترم، بیا عزیزم. خونسرد باش عزیزم. اونم 2 روزه نخوابیده، نگران دخترشه. عصبانی نشو عزیزم، خونسرد باش دخترم. عصبانی نشو، خونسرد باش. میران به خودت بیا. رفت مامان بزرگ. همینطوری جلوی چشمام ازم گرفتن و بردنش. یه بار دیگه ازم گرفتنش. من باید برم. باید جلوشو رو بگیرم. میران وایسا. اینطوری نمیتونی جلوشو بگیری. خودش رفت.
تو نمیتونی مانعش بشی. خودش رفت. ریحان رفت تا من اونو انتخاب نکنم. دلت میسوزه، درک میکنم، اما اینطوری نمیتونی جلوشو بگیری. الان اگه بری هزار شادوغلو دختره رو ول نمیکنه. تو این یارو رو خبر کردی؟ آره؟ تو این یارو رو خبر کردی؟ آره مامان بزرگ؟ تو چرا اونو خبر کردی؟ اگه نمی اومد من یه راه حلی پیدا میکردم. مجبور بودم. تو هم منو درک کن. از یه طرف تو، از یه طرف اون یکی نوم. گنولم هنوز دست اوناست. برمیگردیم. یاران به بابام گفت تو به خواست خودت رفتی. شما چی فکر میکنی بابا؟ من میدونم تو با اون فرار نمی کنی، هر قدرم که دوستش داشته باشی. خدایا پسرم سعی و سالم از این در بیاد تو. دیگه هیچی ازت نمیخوام. بگو شهریار چیه؟ در مورد آزاد خبری شده؟ اون زنی که عزیزه چی کار میکنه ها؟ تو رو خدا یه خبر خوب بهم بده. راستش اصلا خبر خوبی نیست خانم. قیامت به پا شده. پسر تو چی کار کرده؟ دل شیر خورده که انقدر دل و جرأت پیدا کرده. آخه مگه میشه این کارو با این زنی که عزیزه چی داری میگی شهریار؟ به حد کافی نگرانم. چی شده؟ پسرت به گونول خانم حمله کرده. چی داری میگی؟ پسر من همچین کاری نمیکنه. مزخرف نگو. گونول خانم هم به آزاد خان شلیک کرده. به خدا همینطوریه. خانم پسرم آزاد پسرم آندا چی شده ها؟ جان پسرم مرده. آزاد مرده. عروس تو چی داری میگی؟ مامان چی شده؟ تقصیر توه. تو اون دختر یمسی رو به این خونه ندادی. پسرم به خاطر تو مرد. گنول پسرم رو کشته. خدا گنول پسرم. مامان داداشم مرده. مامان یه چیزی نگو. ماما التماست میکنم یه چیزی نگو. داداشم مرده. مامان قربونت برم این کارو داداش بابا داداشم اومده. بابا داداشم آزاد. های پسرم زخمیه آزاد. آمبولانس خبر کنیم. نه خبر نکن. موضوع رو بیمارستانی نکنیم. به دکتر خودمون خبر بدین. زود باش سهام برو ببرش. باشه آزادم. میدونم ریحان، میدونم دوستم داری، خیلی هم زیاد دوست داری. به خاطر من این کارو کردی؟ آره، به خاطر اینکه اون انتخابو نکنم این کارو کردی. من دیگه طاقت ندارم.
دلم میسوزه. نه، من بدون ریحان نمیتونم نفس بکشم. نمیتونم. چرا؟ دیده شده در استودیو جن. خدایا چرا؟ داشت درست میشد. همه چی داشت درست میشد. داشتم درستش میکردم. گفتم به هیچ وجه نباید بین قلب و عقلت گیر بیفت. گیر کردم. آره. ببین، هم دل خودتو با آتیش کشیدی، هم دل ما. حالا که انقدر دیوونه بار عاشقشی، پس عزیز اسلام به این بازی رو از نو شروع میکنه و اون عشقم قاطی این بازی میکنه. همه چی داشت درست میشد. داشتم درستش میکردم. همش میگن آدم خوبی هستم، اما انگار هیچ کس آدم خوب و دوست نداره. ریحان پسرم اون عروس دست و پاچلفتی اسلامبیا به این روز انداخته. یعنی هنوز نوبت به عزیزه نرسیده. الان است که اون زنه که با توپ و تانک لشکر کشی میکنه نمیگه که ما ریحانو دزدیدیم. چی کار کنیم؟ برای همه اینطوری تعریف کرده که آزاد به ناموسشون چشم دوخته و بهش حمله کرده، برای همین بهش شلیک کرده. تو چی داری میگی؟ گنول خوبه؟ خیلی دیر کردی عزیز خانم. دخترم مجبور شد خودش کار خودش رو حل کنه. نه فقط تقاص گناههای خودت، بلکه تقاص گناههای نوهاتم پس میدی نازو.